مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری 1320 قمری به دنیا آمده و بعد از 95 سال در 1415 قمری فوت کرده. ایشون کتابی داره، چندین جلد کتاب داره مثل قاموس الرجال، ولی کتابش که مربوط به کار ما هست کتاب الاخبار الدخیله هست. کتاب الاخبار الدخیله ایشون در اونجا آمده روایاتی که به نظرشون تحریف شدند یا جعل شدند رو آورده. باب اولش گفته احادیث تحریف شده که شامل 12 بخشه. حدیث هایی که ضرورت مذهب تشیع به تحریف شدنشون گواهی میدهد. 2 حدیث هایی که تاریخ به تحریف شدن آنها گواهی میدهد. 3 حدیث هایی که اسلوب سخن و طرز جمله بندی نشون میده که اینا تحریف شدند. 4 حدیث هایی که به علت به هم درامیختن تحریف شدند. 5 حدیث هایی که به سبب تشابه رسم الخط با اندکی افتادگی تحریف شده. حدیث هایی که به علت شامل بودن بر 2 امر متقابل تحریف شدن. حدیث هایی که سندشون تحریف شده. حدیث هایی که به علت نقل به معنا تحریف شدن. حدیث هایی که قسمتی از آنها افتاده و موجب تحریف شدند. حدیث هایی که به سبب عدم دقت در سند و یا متن آنها تحریف شدند. حدیث هایی که در آنها کلام راوی یا مؤلف کتاب با کلام معصوم درامیخته و موجب تحریف شدند. حدیث هایی که به سبب درامیختن حاشیه ها با متن دچار تحریف شدند. باب دومش احادیث جعلی هن. حالا جعل با تحریف فرق داره دیگه. تحریف یعنی حدیث اصلش درسته، توش دست برده شده، اما جعل دیگه اصلا رأسا میاد حدیث رو درست میکنه. حدیث هایی که ادعای رویت امام زمان رو کردن. حدیث هایی که در آنها به دروغ تفسیری به امام حسن عسکری نسبت داده شده. فصل سومش هم حدیث هایی که از روی غرض ورزی در آنها کم و زیاد شده و یا شماری از واژگانش عوض شده، دگرگون شده. اینا رو قصد و غرض بوده. اما باب سوم باب نیایش و دعاهاست که 2 فصله. 1 دعاهایی که تحریف شدن دوباره، یعنی اصلش از امام بوده اما چی شده؟ دست بردن توش. 2 دعاهای جعلی و ساختگی.